درود خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهدی معین هستم و طبق قولی که در ویدئوی قبلی بهتون دادم امروز میخوایم روش ساخت محلول چاپ PCB یا مدار چاپی رو خدمتتون ارائه بدیم و همچنین یک نمونه کار هم باهاش بزنیم و ببینیم که نسبت به اتو چطور در میاد. قبل از اینکه ویدیو رو ببینید خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید تا ما هم دلگرم بشیم و بتونیم آموزش‌های بیشتری رو خدمتتون ارائه بدیم. برای ساخت این محلول شما نیاز به 2 ماده دارید. اولیش تینر فوری هست، حالا یا 10,000 یا 20,000 که من خودم از تینر 10,000 استفاده کردم. و دومین ماده استون هستش، همون ماده‌ای که خانم ها باهاش لاک ناخن رو پاک میکنن و توی لوازم آرایشی بهداشتی فروشی ها هم پیدا میشه. ترکیب این محلول به این صورت هست که به ازای هر 8 واحد تینر شما 3 واحد استون نیاز دارید. یعنی شما مثلا میخواید 8 cc تینر استفاده کنید، باید 3 cc هم استون بهش اضافه کنید. یا مثلا میخواید 8 فنجان تینر اضافه کنید و 3 فنجان هم استون. پس ترکیب ما شد 8 واحد تینر، 3 واحد استون. من قبلا این کار رو انجام دادم و مقداری از اون رو داخل قطره چکان ریختم و حالا میخوایم یک کار باش بزنیم ببینیم چطوری در میاد. خب ابتدا شما باید سطح مسی فیبرتون رو تمیز بشورید، چربی زدایی کنید و سنباده نرم بکشید که از هر گونه چربی و اکسید شدگی پاک بشه. برای این کار ما مقداری از این محلول رو اضافه میکنیم به این شکل، قشنگ میذاریم تا سطح کارمون پوشیده بشه و طرحی رو که روی کاغذ گلاسه پرینت گرفتیم به آرومی روی اون سطحی که روش محلول ریختیم میذاریم و فشار میدیم که خوب بچسبه. دوستان در این طرح شما میتونید روی کاغذ گلاسه و همچنین روی آچار معمولی هم پرینت بگیرید و استفاده کنید که در طرح چاپ با اتو فقط باید روی گلاسه پرینت بگیرید. از مزایای این طرح این هستش که روی کاغذ آچار هم جواب میده، ولی خب من ترجیح دادم روی گلاسه بگیرم که کیفیت کارم بهتر بشه. بعد از اینکه کاغذ روی فیبر قرار دادید با یک مسواک به آرامی پشت کاغذ میکشید تا کاغذ به صورت یک نواخت و یکسان به فیبر بچسبه و اجازه میدید تا این محلولی هم که چه زیر کاغذ چه اطراف کاغذ و چه آغشته به فیبر هست به خوبی خشک بشه. خب دوستان، بعد از چند دقیقه که دیگه مطمئن شدید اون محلول ما که شامل تینر و استون بود کاملا خشک شده و به قول معروف پریده یا تبخیر شده، فیبر رو داخل یک ظرف آب میندازید و مجددا یک چند دقیقه دیگه بهش فرصت میدید تا کاغذ خوب خیس بخوره و به راحتی از فیبر جدا بشه. خب دوستان، من چند دقیقه فیبر رو داخل آب انداختم و کاغذ خوب خیس خورده و به آرومی از قسمتی که سفید رنگ و حاشیه طرح هست شروع میکنید به جدا کردن اون از روی فیبر. ملاحظه میکنید که چقدر تمیز و عالی در اومده و واقعا نسبت به اتو خیلی تمیزتر و بهتر هستش و با آرومی با انگشت شروع میکنید و کاغذهای اضافی رو از روی طرح پاک میکنید. ببینید دوستان، کاملا با کیفیت، سوراخ‌ها مشخص و بدون هیچ گونه قطعی و پخش شدن رنگ. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.